بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر در امنیت کار کردن حرامه، سودیا پراکرور اگر که در اسلام خدمت کردن برید کار میتونید که در اسلام خدمت کنید. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. امروزها شما میبینید که یک فرقه، یک حزب به نام این یک جماعت مدخلی ها برآمده اند و دین مردم را فاسد میکنند و مردم را از قرآن و سنت و از فهم سلف امت دور میسازند. و یکی از این گمراهان و یکی از این مدخلی ها، غلات مدخلی هم بگویم می شود، این محمد شریفی عبدو علیم و برادرش محمد طاهر و یکی از دوستای گمنامشان یک کسی دیگر. اینها چی کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که همیشه کوشش می کنند که ضد اهل توحید و ضد علمای اهل توحید بجنگند. کوشش میکنند که با اهل توحید بجنگند. کوشش میکنند که علمای اهل توحید را بد نشان بدهند. اینها کسانی هستند که مشرک را مشرک نمیگویند بلکه مسلمان میدانند. اینها کسانی هستند که اتئیست را مسلمان میدانند و اول حجت رسانیده بعد تکفیر کرده می شود میگند. یعنی به اتئیست عذر میدهند. آدمی میگه که من اتئیستم. چه اگر اتئیست نبودم معنیش که دین به خدا، اگر همین تعارف بگید با براش میگه که تو بیا الله را قبول کن، بیا ایمان بیار، نه بگه اگر کافر میشه. لیکن اگر که اتئیست خیال کنه بازی میگم چی بفهم میفهمون نمیشه. اگر جاش خوب یعنی که بی سواد اگر بفهمون شه که اتئیست کافر است خلاصی طور نه، دلیل قطعی ابلاغ حجه میگن. ابلاغ حجه و رفع شبهات میگن. ابلاغ حجت میکنیم میرسونه برادرم اتئیستی کفری است، اتئیستی بیدینی است، اتئیستی معناش فلان فلان فلان. والعیاذ بالله. حالا به خاطرم رسید سخن شیخ العلامه المحدث سلیمان العلوان حفظه الله و فک اسره میگه که امروزه مرجعه های عصر، انا همین مدخلی ها، اینها از یک جهت خوارج هستند و از جهت دیگر طاغوت پرست هستند. خوارج هستند به خاطر اینکه اینها همه اهل توحید را بد میبینند، به اهل توحید دشمنی دارند، علمای اهل توحید را، علمای اهل سنت را خوارج میگویند، تکفیر میکنند اهل سنت و الجماعت را، دشمنی میکنند به اهل سنت و الجماعت، اما دفاع میکنند مشرک ها را، دفاع میکنند طاغوت ها را و به خاطر طاغوت و به خاطر مشرک ها فتواهای نو به نو میبرند. پس از یک جهت طاغوت پرست هستند و مشرک را مسلمان میگویند و موالات به کفار دارند، یعنی موالات به طاغوت دارند، مرجعه هستند، غلات هستند. از جهت دیگر که دشمنی سخت به اهل توحید میکنند و حتی اهل توحید را تکفیر میکنند، یعنی اهل سنت و الجماعت را، علماها را خوارج شدند. اینها دو صفتی که سبحان الله در یک جا جمع شدنش تا همه روز ناممکن بود، اینها جمع کردند. ممکن است وقتی که انسان بیاید با اهل توحید بجنگد و علمای اهل توحید را، علمای اهل سنت و الجماعت را
خوارج بگوید، تکفیری بگوید و بالاخره تکفیرشون بکند، خودش خوارج است. اهل سنت رو وقتی که کسی بیاید و یعنی اعوذ بالله حکم به ضلالت بکند، به اینها بد معامله بکند، اینها رو دشنام بدهد و غیره و غیره، این صفت خوارج است. از جهت دیگر طاغوت پرستی و دفاع از طاغوت این صفتی از همه غلات مرجئه ها است. امروز ما میبینیم که محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد طاهر و این جماعت گمراه شدگان شاگردان جهم ابن صفوان برآمده اند و به نهایت یعنی خودشون را دعوا میکنند که از اهل سنت و الجماعت هستند. هر کسی که با اونها نیست گویا گمراه است. البته نامعقول کرده اید. شما جهلا، شما حالا نفهمیدید اصول دین را با نظر اهل سنت و الجماعت، حالا شما نفهمیدید رکن لا اله الا الله را، شرط های صحت را، حالا شما نفهمیدید ایمان را. شما کجا هستید و اهل سنت و الجماعت کجا هستند؟ شما در یک وادی هستید، اهل سنت و الجماعت در وادی دیگر هستند. شما شاگردان جهم ابن صفوان، شاگردان جاحظ، شاگردان عبیدالله العنبری المعتزلی، شاگردان این داود ابن جرجیس نقشبندی عراقی، شما شاگردان منو هستید. اهل سنت و الجماعت شاگردان سلف این امت هستند. شما به سلف نزدیکی ندارید، برای اینکه شما ملحد را عذر میدهید. برادران و خواهران عزیز، تا به همین روز ما شنیده بودیم و دیده بودیم و با یک چند نفر از این همچنین عقیده دارها که مشرک را مسلمان میداند بحث کرده بودیم و بالاخره بسیار از اونها حق را فهمیده بودند. الحمدلله که مشرک باید مشرک گفته شود. ما دیده بودیم که اینها میگن که هر کسی که شرک اکبر را کرد مسلمان است. اول حجت رسانیده می شود و حجت هم اینو هر خیلی به خودشون قاعده و فسادها رو ذکر کردن و بعد از این اگر قبول نکنه تکفیر کرده می شود. و اینها یا که کمی میگن که ما مشرک ها را عموم مشرک میگیم، اما در عین یک آدم معین را مشرک را مسلمان میدونیم، تا حجت نرسد مشرک نمیگیم. میگن ما اینش رو دیده بودیم، این باطل رو تا امروز بیان میکردیم، لیکن انکنون با نوترش فهمیدیم اینا غلو کردن که از توجیکاش دیدیم، البته از غیر توجیکاش دیگرش هم دیده بودیم که محمد شریف عبدالعلیم میگوید که هر کسی که اتئیست است یعنی ملحد است، این انسان رو ما میگیم که بیا ایمان با الله بیاور، اگر نه قبول نکند ما حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم. یعنی میگوید که انسانی که ملحد است، اتئیست است، اول حجت رسانیده میشود بعد تکفیر کرده میشود. شما وقتی که محمد شریف عبدالعلیم رو سوال میکنید که کسی که اتئیست است حکمش چیست، یعنی ملحد است، میگوید که کافر است. اما عموم این خیلی آدم ها رو کافر میگن. اما یک آدم معین انا من انسان عبدالله میگوید که اتئیست است، حکم یعنی انسان چیست؟ رو برو میگوید که این اول حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم، یعنی مسلمان است. اتئیست معین، یک ملحد معین در نزد اینها مسلمان است، اول حجت رسانیده بعد تکفیر کرده میشد. والعیاذ بالله، این کفر است، این سخنش کفر است. و این عاذر المشرکه که لا اله الا الله میگد، نه این لا اله الا الله نمیگفتگی انسانی که ملحد است من اتئیستم گفتگی رو چی کرده است؟ عذر داده است. محمد شریف عبدالعلیم با این سخنش به کفر اکبر واقع شده، باید توبه بکنند. ما سخنهای علما رو به شما ذکر میکنیم. انا کنون میفهمید که این محمد شریف عبدالعلیم چی خیلی که خودش میگوید پیسته که مغز ندارد اگر دن باز کند رسوا شود، دنش رو باز کرده است وقتی که عقل ندارد، وقتی که علم ندارد، وقتی که منهج اهل سنت و الجماعت رو نمیداند رسوا شده و خودش به کفر شرک واقع شده. حالا سخنش رو میمون. اتئیستم چه اگر اتئیست نبودم معنیش که دین به خدا اگر همین طور بگید با براش میگه که تو بیا الله را قبول کن بیا ایمان بیار، نه بگه اگر کافر میشه. لیکن اگر که اتئیست خیال کنه اگر بازو میگم چی بفهم میفهمون نمیشه، اگر جاش خوب یعنی که به سواد اگر بفهمون شه که اتئیست کافر است خلاصی طور نه، دلیل قطعی ابلاغ حجه میگن، ابلاغ حجه و رفع شبهات میگن، ابلاغ حجت میکنیم میرسونه برادرم اتئیستی کفری است، اتئیستی بیدینی است، اتئیستی معناش فلان فلان فلان. الله المستعان. یعنی یک آدم بیاید و بگوید که من اتئیستم، اتئیست معناش داند که این اتئیستی به خداگی، به الهی، این کار تمام اله است، کافر میگیم؟
در نزد محمد شریف عبدالعلیم میگه که نه، اول ما به وی حجت میرسونیم، ایمان به الله بیار میگیم، اگر بعد از این قبول نکند بعد کفر است میگه. انا عاقبت شما جهمی ها، ما وقتی که شما رو جهمی گفتیم انا همین سخن رو در نظر داشتیم، لیکن باور بکنین که جهم ابن صفوان از شما خوبتر سخن میکند. چه خیلی که سلف این امت ذکر کرده اند. جهم ابن صفوان میگفت هر کسی که شرک اکبر را انجام داده، غیر الله را دعا کرده، اگر لا اله الا الله گفتم در این دنیا حکمش مشرک است، این رو ما مشرک میگیم، کافر است، در این دنیا در روز آخرت عذر دارد میگفت. از همین جهت علما جهم ابن صفوان را گفتند جهمی و مذهب جهمی را انکار کردند. اما جهم ابن صفوان ملحد را مسلمان نمیگفت، ملحد را پیش از حجت رسانیدن مسلمان نمیگفت و این سخن را در تاریخ این گمراهان والله اعلم هیچ کسی نگفته و این سخن را غلات جهمی میگه. برای همون ما چندین بار گفتیم که مدخلی ها و در جمله از تاجیکایش محمد شریف عبدالعلیم، برادرش محمد طاهر و بسیاری اینها غلات جهمی هستند. اینها به کفر و به شرک واقع شدگی هستند. برای چی؟ برای که میگن که اتئیست ما کافر نمیگیم تا وقتی که حجت نرسونیم. بله، به این سوال کردند، انیق سوال شد که یک آدم گفت من اتئیستم، حکمم چی؟ میگه معنای اتئیست رو اگر خوب فهمی اول حجت رسانیده به ایمان دعوت کرده، اگر دعوت قبول نکند بعد کافر گفته میشود. یعنی خودی ملحدی بودن، خودی کمونیست بودن. در نزد محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد طاهر این کفر نیست و این آدم کفر نیست. و هر کسی که همچنین عقیده دارد که ملحد را و کسی که بی دین هست، بی اله هست، گوید که تو در همین حالت کافر نیستی، اول حجت میرسونیم میفهمیم بعد کافر میشود، این خودش کافر است و این خودش مشرک است. باید توبه کند و به سوی دین الله سبحانه و تعالی بازگردد. انا این سخن علمای اهل سنت و جماعت است. پس اینا میگویند که نه، در این مسئله علما چیزی نگفتند. مرحمت نظر بکنید به کتاب محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، شکننده اسلام. البته مدخلی ها این جهمی های عصر حاضر ما دیدیم، از باور بکنید از ایرانی ها، مدخلی های ایرانی ها رو دیدیم که خامنه‌ای همین رافضه رو ولی الامر میگوید. ما روس ها مدخلی ها رو دیدیم که پوتین رو تکفیر نمی کند. ما قزاق مدخلی ها رو دیدیم که نورسلطان نظربایف که به حکم غیر الله حکم میکند، قانون میبرد. آشکار ما روح رو، یعنی همون روح و ارواح رو دعا میکنیم و ها رو عبادت میکنیم. میگه و رو میگه که این به مانند دولت، یعنی خلیفه مسلمان ها و به مانند یعنی پاشوهای اموی است میگه. یکی از دیگر این گمراهی همون قزاق. و این تاجیک دیدیم که مدخلی تاجیک اتئیست رو مسلمان میگه، ملحد رو مسلمان اول حجت رسونده بعد تکفیر میکنه میگه. و بله، بعض از مدخلی ها اینقدر غلو کردند که خریستیان و کافر رو، خریستیان رو بگیم این اهل کتاب یهود و نصارا رو هم یک بار تکفیر کرده نمیتونند. میگن که عموم اینا کافرن، لیکن شخص میانش رو ما این چنینش رو هم دیدیم. بله، در مدینه منوره با مدخلی ها وقتی که بحث مناظره کردیم همچنین غلوتش رو هم دیدیم. لیکن باور بکنید من کمی فکر میکردم و گمان میکردم که محمد شریف عبدالعلیم غلات جهمی نیست، لیکن وقتی که اتئیست رو اول حجت رسونده بعد تکفیر کرده میشود میگه. و در دوام سخنش میگه که نه، این خیلی نیست که ما اتئیست رو کافر بگیم. نه، میگه اول حجت، اول دلیل، اول حجت رسونده بعد تکفیر. که اتئیست کافر است خلاصی طور نه، دلیل قطعی ابلاغ حجه میگن، ابلاغ حجه و رفع شبهات میگن. ابلاغ حجت میکنیم میرسونه برادرم اتئیستی کفری است، اتئیستی بیدینی است، اتئیستی معناش فلان فلان فلان. پس کسانی که پیروی محمد شریف عبدالعلیم میکنید بدونید که دینتون در توحید صحیح نیست، شما موحد نیستید. این یقینا به تمام کمال، به تمام مسئولیت میگم، شما موحد نیستید. شما به شرک واقع شده اید. شما ملحد رو مسلمان میدونید. شما کسانی هستید که از ملت ابراهیم علیه السلام فرسخ دور هستید. شما را الله رب العزت و الجلال در قرآن سفهیون مونده است. مذهب شما مذهب سفهیون است. الله سبحانه و تعالی میگوید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. از ملت ابراهیم بیرون نمی شود، دور نمی شود مگرم کسایی که سفه هست، یعنی سفیه هست. اینو نادان و جاهل و احمق و بیخرد و بیعقل. انا شما سفهیون هستید. ای سفهیون که الله شما را سفهیون گفته است. چرا شما سفهیون هستید؟
برای آن که از ملت ابراهیم، ملت توحید، ملت حنیف دور شدید. ملت ابراهیم چگونه ملت است؟ ای اهل توحید به هوش بیایید. ای برادران و خواهران عزیزم، ملت ابراهیم همان ملتی که الله امر کرد محمد صلی الله علیه و سلم را گفت اتبع ملت ابراهیم حنیفه، پیروی کن به ملت ابراهیم حنیف، اتباع کن. امر الله سبحانه و تعالی به رسول الله و به من شما به امت رسول الله صلی الله علیه و است. پس ملت ابراهیم، ملت حنیف توحیدی چگونه ملت است؟ ملت ابراهیم را الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیت 4 بیان کرد و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ملت ابراهیم من ملت است که ابراهیم و قومشان، یعنی ابراهیم و شاگردان ابراهیم، ایمان آوردگان با همراهی ابراهیم به مشرکین از قومشان گفتند. یعنی ابراهیم و ایمان آورده ها به مشرکین از همون قومشان بوده ها گفتند که این براء منکم، ما براءت کردیم از شما. از کی؟ از مشرکین. یکم عمل ملت ابراهیم، اولین عملی که انسان را به ملت ابراهیم داخل میکند و از جمله موحدی میکند براءت کردن از مشرکین است. ای جهلا، و براءت مشرکین به تکفیر مشرکین به وجود نمی آید. چخیلی که شیخ نجدی، شیخ العلامه سلیمان السحمن رحمه الله میگویند براءت مشرکین یعنی دشمنی کردن با مشرکین، بد دیدن مشرکین، دور شدن از بین مشرکین و تکفیر کردن مشرکین. و هر کسی که مشرک را مشرک نداند مشرک است. نظر بکنید به کتاب در رستنیه فلویت نجدی. و بعد از این اولین گفتیم ملت ابراهیم، ملت اهل توحید، این براءت کردن از مشرکین، تکفیر کردن مشرکین، دور شدن از مشرکین، بغض و عداوت کردن به مشرکین. آیا محمد شریف عبدالعلیم دارد براءت از مشرکین؟ آیا دارد؟ مشرکین ملحد را میگوید که مسلمان است، اما یک مسلمان را میگد کلاب النار میگد. یا که نه فقط یک مسلمان را، علمای اهل سنت و الجماعت را کلاب النار میگد. و بعضی از این گمنامان حتی تکفیر کرده است. یکی از همین مدخلی ها شیخ سلیمان العلوان را تکفیر کرده است. گفته است شیخ سلیمان العلوان کافر است که به من صدایش را ارسال کردند. از همین جماعت منو است. این خوب است وقتی که علمای اهل سنت و الجماعت را، علمای کبار را میگن که اینها خوارج هستند، اینها تکفیری هستند، اینها کلاب النار هستند، یعنی سگ جهنمی میگن. از طرف دیگر ملت ابراهیم ندارند، براءت از مشرکین ندارند. دومی چی؟ و مما تعبدون من دون الله، ما براءت میکنیم از همه آن چیزهایی که شما ای مشرکین بجز الله عبادتشون میکنید. آیا محمد شریف عبدالعلیم و این مدخلی ها و این خوبسا و برادرش محمد طاهر و دیگر جماعتش از صائم و غیرش، اینها آیا از شرک براءت کرده اند؟ نه، براءت نکرده اند. برای اینکه اینها قانون برآوردن را شرک نمیدانند و مشرع ها را تکفیر نمی کنند. اینها شرک حکم را شرک نمیدانند، براءت از شرک حکم نکرده اند. اینها براءت از شرک تشریع نکرده اند. اینها براءت از شرک تحاکم نکرده اند. اینها براءت از طاغوت نکرده اند که این حکمی بشر برآورده، این قانون‌های بشر برآورده از قانون‌های لیبرالی علمانی اینها از این طاغوت‌هایی که الله خودش گفت که یریدون ان یتحکموا للطاغوت، یعنی قانون غیر الله را خودش طاغوت گفت. این محمد شریف عبدالعلیم و این برادرش این از این طاغوت‌ها براءت نکردند. پس اینها دومین شرط صحت ملت ابراهیم را به جا آوردند. اینها اگر گویند که این قانون‌ها کفر است، لیکن این قانون‌ها برآورنده‌اش را تکفیر نکنند، این قانون کفر است گویند و حکم کننش تکفیر نکنند، این براءت نیست. پس ملت ابراهیم کجا شد؟ بینگرید ای مردم که چی میگوید. پس ملت ابراهیم این براءت از مشرکین و براءت از شرک. براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم، ما به شما کفر ورزیدیم ای مشرکین. علمای اهل سنت و الجماعت میگن در زیر این
همین کلمه کفرنا بکم این چنین چی وجود دارد؟ یعنی ای مشرکین ما شما رو تکفیر میکنیم، شما مشرک هستید، شما در دیگر دین هستید، شما کافر هستید، ما شما رد میکنیم. علی بن خضیر در کتاب توحیدش بیان میکند و در دوام یاد میگه که الله سبحانه و تعالی ملت ابراهیم رو بیان کرده است و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا. ای مشرکین، بین ما یعنی ما اهل توحید و بین شما مشرکین عداوت و دشمنی ابدالابد ظاهر شد از همین روز و باقی خواهد ماند تا همان زمانی که ایمان به الله بیارید. بدا خیلی که ابن عباس و دیگر از مفسرین بیان کردند از صحابگان رضی الله عنهم که بدا ای ظهر، از همین حاضر ظاهر شد دشمنی و عداوت. پس دشمنی و عداوت محمد شریف عبدالعلیم، این جهمی های غلات مدخلی و برادرش، آیا به اهل توحید و علمای اهل سنت و الجماعت است یا که به مشرکین و طاغوتین؟ شما آشکار دیده است که دشمنی اینها به علمای اهل سنت و طالب علمان اهل سنت و به اهل توحید است و دوستی اونها به طاغوتین، دوستی اونها به طاغوت ها و دفاع اینها از قانون ساخته طاغوت ها است و دوستی اینها به مشرکین و دفاع اونها شب روز به مشرکین است. انا همین محمد شریف عبدالعلیم این مدخلی ها و برادرش محمد طاهری، اینها مدخلی ها بمانند سروری ها، حزبی ها هستند، حزبی های سروری یا حزبی های اخوانی یا که دیگر حزبی ها هم عیناً همین منهجی حزبی مدخلی را دارند. از همین جهت علما مدخلی ها را هم حزبی میگن. اینها همه کوشششون رد به اهل سنت و جماعت و به اهل توحید است و دفاع از حاکمای طاغوتی، از قانونهای طاغوتی، از محکمه های طاغوتی، از مشرکین، مشرک را مشرک نگفتند، و از ملحدین است و از کفار و مشرکین است. دفاعشون از همونها است، اما دشمنیشون به اهل سنت و جماعت است، ضربهشون به اهل سنت و جماعت است. عیناً همین کاری محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد طاهر و این کاری مدخلی های جهمی های غلات را سروری ها و اخوانی ها و دیگر حزبی ها میکنند. تمام حزبی ها و دیگر از دموکراتی ها که خودشون را مسلمان میدونند و دموکراتی هستند، عیناً این منهجی انمین غلاتی این گمراهی قبوری است. اینها از یک جهت قبوری است، یعنی مشرکین را برادر میدانند و مسلمان ها را این کار میکنند. پس دیدید از این سوره ممتحنه که محمد شریف عبدالعلیم در ملت ابراهیم نیست. محمد شریف عبدالعلیم بوی ملت ابراهیم را ندیده است و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره بقره خودش بیان میکند در آیت 256 و میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم. هر کسی که کفر بر طاغوت ورزد و بعد از این ایمان به الله بیارد، در حقیقت به عروة الوثقى چنگ زده است. عروة الوثقى را علمای سلف میگویند یعنی کلمه لا اله الا الله یا اسلام صحیح، ایمان صحیح یا توحید یا ایمان یا شریعت. بالعموم یعنی التوحید و لا اله الا الله. به خاطر همین علما میگویند عروة الوثقى این لا اله الا الله کلمه التوحید را هم عروة الوثقى گفته میشه، نامی یکی از نامهاش. پس آیا مهمترین شرط صحت ملت ابراهیم که کفر بالطاغوت است و بدون کفر بالطاغوت اسلام و ایمان صحیح نمی شود، محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد شریف به جا آورده است که کفر بالطاغوت کفر ورزیدن به طاغوت است. طاغوت را الله خودش بار دیگر میگیم که گفت در سوره نساء که هر کسی که اراده حکم غیر الله کند این اراده کرده حکم طاغوت را. هر حکمی که به غیر حکم الله است به گفت خود الله این حکم طاغوت است. یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت. در این دنیا دو حکم است، حکم الله و حکم طاغوت، و حکم غیر الله را حکم طاغوت گفته می شود و حکم غیر الله را و این چنین حکم جاهلیت گفته می شود. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته است که افحکم الجاهلیت یبغون. پس آیا به حکم جاهلیت و به حکم طاغوت که این حکم جاهلیت و این حکم های بشر برآورده رو طاغوت بالعموم گفته می شود، آیا به همین طاغوت ها اینا کفر ورزیده است؟ آیا همین حکم ها را کفر و طاغوتی و هر کسی که به این حکم ها حکم میکند کافر است و هر کسی که این حکم ها را میبرارد و شریعت الله را تبدیل میدهد و عوض میکند کافر است و هر کسی که به همین محکمه های طاغوتی میرود به اراده خودش بدون اکراه
به اختیارش همین را افضل میداند یا میرود یا که افضل ندانسته میرود و همین حکم طاغوتی را با وجود بودن حکم الله و رسول به همین حکم طاغوتی میرد کافر میشود میگوید نمیگوید. اینها نمیگویند. پس اینها کفر بر طاغوت ندارند. این حاکم هایی که طاغوت هستند به حکم غیر الله حکم میکنند. چخیلی که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب ذکر کردند، هر کسی که به حکم غیر الله حکم کند طاغوت است. پس همین طاغوت ها را آیا انکار کرده اند؟ نه محمد شریف عبدالعلیم و برادرش و این مدخلی ها و دیگر حزبی ها نه حکم طاغوتی را و نه خود طاغوت را، نه طاغوت حکمی نه طاغوت حاکم را انکار نکردند، بلکه اینها این طاغوت ها را ولی الامر میگند و با وجود این یک کفرشان هست. بعد از این میگند مشرک مسلمان است، بعد از این میگند اتئیست ملحد. اول حجت رسونده به تکفیر یعنی مسلمان است. پس آیا محمد شریف عبدالعلیم و برادرش و جماعتش آیا در ملت ابراهیم هستند یا در ملت غیر ابراهیم هستند؟ خود شما به من بگویید برادران و خواهران عزیزم، ای اهل توحید، اینها در ملت ابراهیم نیستند علیه السلام. اینها در ملت اهل توحید نیستند. اینها به این عملشان مخالف ملت ابراهیم، بر ضد ملت ابراهیم هستند. اینها در ملت جهم ابن صفوان، در ملت جاحیز، در ملت داود ابن جرجیس نقشبندی العراقی هستند که تمام علما به اینها رد زدند و معروف است. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کتاب نواقض الاسلام نویستند که این مدخلی ها نام این کتاب را شنود موی بدنش میریزد و به لرزه می آید و این شکننده های اسلام را اینها قبول ندارد و اینها شکننده اسلام نمیگوید. شیخ الاسلام در شکننده سومش میگویند که یکمین شکننده اسلام این شرک است، دومینش بین خود و بین الله واسطه گرفتن است و دعا کردن و شفاعت طلبیدن است و سومین شکننده اسلام این چی است؟ من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماعا. ای جهلا، ای مدخلی هایی که کلمه اجماع رو نمیفهمید، ببینید که کفر اجماعا گفتیستند. هر کسی که مشرک را تکفیر نکند، من لم یکفر المشرکین، هر کسی که مشرک ها را تکفیر نکند، کافر نشمارد، هر کسی که مشرک ها را کافر نشمارد یا که او شک فی کفرهم، شک کند در کافر بودن مشرک ها، او صحح مذهبهم، یا که مذهب مشرک ها را صحیح شمارد، کفر اجماعا، به اجماع همه علما این کفر است، یعنی به اجماع سلف این کفر است. مدخلی ها می آیند یک شبهه دارند، میگویند که بله ما مشرک را مشرک میگوییم اما کفر عین نمیدهیم، ما کفر عین نمیدهیم. میگند یعنی ما بالعموم مشرک هر کسی که شرک اکبر را کند کافر است میگوییم گفتند، اما یک آدم معین را تکفیر نمیکنیم گفتند. اعوذ بالله من ذلک. این یک جهالت اونها است. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگویند چخیلی که در کتاب الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه در مجله 10 آمده است، لو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الاسلام وافتوا بردته وقتله لطال الكلام. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگن که اگر ما برویم و سخنهای علما را جمع بکنیم که علما چقدر آدمها را به نامش به عین تکفیر کرده اند، همه اون تکفیر کرده های علما را جمع بکنیم، به نهایت سخن کلام ما دراز میشد. و از همین ها میگند بنی عبید یا که این چنین پادشاهای مصر و طائفه های از اونها که دعوا میکنند که خودشان از اهل بیت هستند، یعنی قرامیته ها، رافضه ها، شیعه ها، با وجود این که کسانی که با نماز میخوندند از همونها نماز جمعه میخوندند و قاضی میگذاشتند، مفتی میگذاشتند که به حکم الله رسول با حکم کنیم میگفتند، همه علما اجماع کردند که اینها کافر هستند گفتند و حکم بر ردهشون دادند و قتالشون کردند و بلادشون را بلاد جنگ اعلان کردند. در دوامش میگند که وهل قال واحد من العلماء في هذه المكفرات واسباب الرده ان هؤلاء يكفر انواعهم ولا يكفر اعيانهم، يكفر انواعهم ولا يكفر انواعهم ولا يكفر اعيانهم.
آیا یگان نفر از علما که همین مشرکای پیش از کمی نامبر شده رو مشرک گفتند و تکفیر کردند و به این مکفرات واقع شده رو بر ردت حکم دادند، آیا گفتند که اینها عموم بالعام اینها کافر هستند و اما اعیانشان معین تکفیر کرده نمی شود؟ آیا گفتند؟ نگفتند. بلکه مشرک وقتی که یک انسان به شرک اکبر واقع شد، عین بالعین این مشرک گفته می شود پیش از قیام حجت. سخن ما گجا است. این محمد شریف عبدالعلیم درباره ملحد گفته شده است که ملحد مسلمان است. اعوذ بالله. عبدالله ابابطین رحمه الله میگن که زمانی که پرسیده شد که یک انسان معین به عینش تکفیر کرده می شود زمانی که یک مکفرات رو به جامعه آورد، شیخ گفتن که فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة، دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك لأن من زنى قيل فلان زاني. کتاب الرسال مجله اولس صفحه 657. ابابطین نبیره محمد بن عبدالوهاب یک از علمای نجد پرسیده شدند که کسی که به مکفرات یعنی شرک اکبر و کفر اکبر واقع شود آیا به عینش تکفیر کرده میشد یا نمیشد؟ بله گفتند کسی که به مکفرات اکبر و به مشرک شدن شرک اکبر و کفر اکبر واقع شود، چیزی از اینها واقع شود، هیچ شکی نیست که این به کفر واقع شده است و زمانی که انیق ما فهمیدیم که به شرک اکبر واقع شده است، شک نمان، هیچ باکی ندارد که ما به تعیین بگوییم که این کافر است بدون حکم قاضی یا که حجت نرسانیده و بدون اقامت الحجه و بدون حجت نرسید ما اینو مشرک میکنیم تعیین بالعین. و در این مسئله گفتن کلام علما بینات زیاد است. سبحان الله. پس این چنین در اینجا من فتوای لجنه دائمه رو میارم که میگن که ومن ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وقامة والامر عليه حد الردة وإن لم يتوب ومن لم يك در دوام شنگند که وإن لم يتوب وجب عليه حد الردة إن لم يتوب ومن لم يكفره فهو كافر إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. فتوى لجنة الدائمة مجله دوم صفحه 93. این فتوا رو از لجنه دائمه در زمان ابن باز و عفیفی و ابن قعود علمایی که در همون زمان بودند میگن که هر کسی که کفرش ثابت شد به تو واجب است که اعتقاد بکنی که این کفر است و حکم بدی بر او که این کفر است و زمانی که به وی اقامه حجت شد ولی الامر باید بعد از اقامه حجت کردن اگر توبه نکند به حکم ردة سرش رو بزند، یعنی بکشد. اگر توبه نکند اقامه حجت میکنید و یا مشرک میگید اقامه حجت میکنید، اگر بعد از اقامه حجت توبه نکند قتل کرده میشد به حکم ردة. بدونید که میگن و من لم یکفره یعنی هر کسی که همین آدم تکفیر نکرد، یعنی هر کسی که همین مشرک دید دانست، هر کسی که همین انسانی که کفر اکبر رو کرد همین رو دید دانست و تکفیر نکرد، و من لم یکفره فهو کافر. این دویم آدم، یک آدمی که مشرک دید دانست فهمید و تکفیر نکرد، دانید که این خودش مشرک است، کافر است، خودش کافر است، فهو کافر. مگرم در حالتی که اگر شبهه داشته باشد از سبب شبهه مشرک رو مشرک نگوید. گفتند اول ما شبهیش کش میکنیم، یعنی حجت میرسونیم، بعد از حجت رسوندن عاذر المشرک تکفیر میکنیم. سخن درباره عاذر المشرک برفته است، سخن درباره محمد شریف عبدالعلیم، محمد طاهر و جماعت اینها برفته است که اینها مشرک رو مشرک نمیگن. ما میگوییم که ما به شما حجت میرسونیم، فتوای لجنه دائمه، بعد از این که حجت میرسونیم که مشرک است قبول نکردید، شبهه شما برفت و با قبول نکردید، دانید که خود شما مثل مشرک استید، برای که شما الله و رسوله که مشرک را مشرک گفته است و کافر را کافر گفته است شما دروغ شمرده شدید والعیاذ بالله. پس این بود سخن علمی. پس این شکننده اسلام هر کسی که مشرک را دیده و دانسته تکفیر نکند، کافر نداند، مشرک را دیده و دانسته مشرک نگوید. هر کسی که شک در مشرک بودن یک مشرک بکند یا مذهب مشرکین را صحیح داند به اجماع کافر است.
اما اگر شبهه داشته باشد از سبب شبهه کفر نگوید، البته اول حجت رسونده بعد تکفیر میکنه میگن. اما نه، دید دانست فهمید شبهه ندارد، هیچ شبهه ندارد، یقین میکند که نه مشرک ما مسلمان میدونیم بگوید، این کافر است. این سبحان الله در ملت ابراهیم علیه السلام نیست، این موحد نیست، این توحیدش صحیح نیست، این کفر بالطاغوت ندارد. سبحان الله. پس شیخ الاسلام عبدالرحمن ابن قاسم میگن که و همچنین میگن در هر یک عصر الله سبحانه و تعالی به این شریعتش و برای حفظ دینش یک طائفه از اهل توحید را می آورد که تکفیر میکنند اون کسایی که الله و رسولش اونها را تکفیر کرده است و دین را زنده میکنند و همین عمل را از واجبات دین و از ضروریات میدانند که دین به این کامل نمی شود. بله، دین به تکفیر مشرکین و به کافر گفتن مشرک کافر کامل نمی شود. این دینی بگویم این جهمی ها هست، این دینی غلات مرجعه های طاغوت پرست ها هست که اتئیست را مسلمان میگویند. اما دین اسلام، دین موحدین، دین اهل سنت و الجماعت صحیح نمی شود تا همان زمانی که کافر را کافر نگویی. چخیلی که البقاعی در کتاب نظم الدرر میگن که فانه لم یأتی نبی الا بتکفیر المشرکین، همانا یگان نبی نآمد مگرم به تکفیر کردن مشرکین. از نوح علیه السلام تا همین روز هر یک پیامبری آمدگی هستند جماعت خود را داشتند و مخالف خود را داشتند. مخالفشون کافر بود، جماعتشون مسلمان بود. پس این است حقیقت، این است حق. علامه ابن القیم الجوزی در کتاب اغاثة اللهفان میگن که و ما نجا من شرک هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. و نجات نمیابد از این شرک. کدام شرک؟ از انمی شرک اکبر مگرم کسی که توحیدش رو خالص برای الله کرده باشد، از دیگر خالص برای الله توحید کرده باشد و دشمنی کرده باشد به مشرکین به خاطر الله و طلبی نزدیکی کرده باشد به الله، تقرب جسته باشد به الله، به مقتی یعنی بدبینی و ضربه زدن و بد کردنی، بد دیدن و ناامید کردن مشرکین. کجا است منهج محمد شریف عبدالعلیم، منهج محمد طاهری برادرش؟ کجا است منهج این مدخلی ها ضد مشرکا؟ کجا است دشمنی به مشرکا؟ کجا هست ملت ابراهیم؟ کجا هست کفر بالطاغوت؟ کجا هست براءت؟ اینا بالعکس براءت از اهل توحید و موالات با ملحدین و مشرکین و طاغوتین میکنند. عیناً صوفی ها در زمان محمد ابن عبدالوهاب انا همین صفتی محمد شریف عبدالعلیم را داشتند. محمد شریف عبدالعلیم مدخلی های امروزه میگن که ما اهل سنت و الجماعت تعویل و تحریف و بالاخره قبول ندارند. در زمان محمد ابن عبدالوهاب هم صوفی ها به محمد ابن عبدالوهاب میگفتند که همه منهجات خوب است بجز تکفیر و قتال. و از همین جهت محمد ابن عبدالوهاب را تا امروز صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها اعوذ بالله خوارج میگوید. اما این خوبه سو باشد، این جهمی ها باشد، گویا خودشون را پیروان محمد ابن عبدالوهاب میگن، لیکن در حقیقت مخالف 100% محمد ابن عبدالوهاب هستند. ابا بطین رحمه الله میگن که و یقال لمن قال من اتى بشهادتين لا يتصور كفره فما بعد الباب الذي يذكر الفقهاء في ابواب الفقه حكم المرتد والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه بكلام او اعتقاد او شك وهو قبل ذلك يتلفظ الشهادتين ويصلي ويصوم فاذا اتى بشيء مما ذكروه صار مرتدا مع كونه يتكلم بشهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه من تكلم بشهادتين وصلاة وصوم عن الحكم عليه بالردة. یعنی هر کسی بگوید که کسی لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید و یک کفرش تصور کرده نمی شود، اینو اون
نمیگن، بلکه هر کسی که بسیار آدم علما ذکر کردن در باب حکم المرتد که هر کسی که لا اله الا الله میگه، نماز میخواند، روزه میداند، به شرک اکبر واقع شد، به کفر اکبر واقع شد، این کفر است، مرتد گفته میشد. سبحان الله. پس این بود در مسئله مشرک را مشرک گفتن. حتی بیت های زیبا را شیخ سلیمان السحمان ذکر کردن. سلیمان ابن سحمان رحمه الله میگند هر کسی که مشرک را دیده و دانسته مشرک نگوید، خودش مشرک است و کافر است. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر وواليت أهل الحق سرا وجهرا ولما تهاجيهم وللكفر تنصروا. بله، این جهمی ها نصرت به کفر میدهند، نصرت طاغوت را میدهند، نصرت دشمنان اهل سنت و الجماعت را میدهند و با اهل سنت و الجماعت میجنگند. بله، سخن زیاد شد، ما سبحان الله نمیخوایم که بینیت طولانی بکنیم، لیکن این سخنهای من همه اش بکی است، به برادران اهل توحید است. شما بدانید بربهاری در کتاب کتاب السنه میگن که شرح السنه البربهاری میگن که هر وقتی که دیدی که یک کسی بشکننده اسلام واقع شد، وجب علیک ان تخرجه من الاسلام، به تو واجب است که اینا از اسلام وارد به خارجش بکنی، برای اینکه تو دیدی که این چی است، این به اسلام، دیدی که از اسلام بیرون شد، دیدی که یک کس شرک اکبر رو کرد، به تو واجب است که اسلام بیرونش بکری. سبحان الله. ابو بکر ابن عیاش المقری، یک از علمای سلف که متوفی 194 هجری است، در حق جهمی میگه که جهمی کافر است، میگه الجهمی کافر، میگه جهمی کافر است، میگه و من لم یکفر الکفر فهو کافر. حتی کسی که جهمی کافر نگه این کافر است، میگه. سبحان الله. جهمی ها هم لا اله الا الله میگفت، جهمی ها هم نماز میخوند و این سخن را امام لالکایی ذکر کردند. پس محمد شریف عبدالعلیم اینها می آیند ملحد را، یک کس بیاد من ملحدم گفت این را مسلمان است. حتی کسایی که در مسئله کلام الله سلف این امت، مثلا ابو حاتم و ابو زرع در عقیدهشون از الرازیین ذکر میکنن که من زعم ان القرآن مخلوق فهو کافر، کافر بالله، کفر ينقل عن المله، کفر اکبر یعنی، و من شک فی کفره ممن یفهم فهو کافر. اللالکای ذکر کردند. یعنی هر کسی که ادعا بکند که قرآن این کتاب الله مخلوق است، پس این کافر به الله است و کفرش نقل کننده از ملت ابراهیم است، و هر کسی که شک بکند در کافر بودن همین، این چی است؟ کسی که میفهمد، فهمیده دیدن شک کند، کافر است. در جای دیگر شیخ امام محمد بن سحنون میگن که اجمع العلماء على ان شاتم الرسول کافر و حکمه عند الائمه قتل و من شک فی کفری کفر. علما اجماع کردن که دشنام دهنده رسول کافر است و حکمش در نزد امام ها قتل است و هر کسی که شک در کفرش میکند کفر است. و بعد از این در مسئله شرک اکبر میگویند، میگن که بارک الله فیکم، مثلا قاضی عیاض میگه در کتاب الشفاء من اتى بشهادتين وصلى وصام وعبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر مكذب لله ولرسوله وبإجماع الذي لا شك فيه من له ادنى نظر في كلام العلماء. هر کسی که شهادتین رو بیارد، یعنی هر کسی که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بگوید، نماز بخواند، روزه بدارد و اما عبد غیر الله، غیر الله را عبادت بکند، یعنی شرک اکبر را انجام بدهد، حکم این انسان چی؟ نماز میخواند، روزه میدارد، حکم انسان چی؟ کافر است. و هر کسی که این انسان کافر نگوید، شک در کافر بودن این انسان بکند چی؟ فمن شک فی کفر فهو کافر، میگن شک بکند کافر است. برای چی؟ برای اینکه این مکذب الله و رسول است و مکذب یعنی دروغ شمرده است الله و رسولش را، و اجماعی که هیچ کسی شک ندارد کمترین علم داشته باشد. این دلالت میکند که محمد شریف عبدالعلیم کمترین علم را ندارد. محمد شریف عبدالعلیم در باب تکفیر کمترین علم را ندارد، در باب شناخت مسلمان از کافر کمترین علم را ندارد، کمترین علم را ندارد. اینها یک جهلای هستند، یک جهلای هستند. سبحان الله. شیخ عبدالله ابابتین میگن که یعنی بارک الله فیکم
در کتاب الدرر آمده است و اینچنین در کتاب المجموعه الرسائل آمده است. میگن که فمن قال ان من اتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفر فهو كافر لأن قائل هذا القول مكذب لله وللرسول وجميع المسلمين. عیناً سخنی پیشتر گفتمون، سخنی قاضی عیاض را این چنین شیخ عبدالله بابتین ذکر کردند در کتاب الدرر مجله دوم صفحه 250 تا 249 تا 250 نظر بکنید و مجموعه الرسائل مجله اول صفحه 660 نظر بکنید. محمد شریف عبدالیم و مدخلی ها و این حزبی ها و سروری ها، همه این کسایی که دفاع از قبوری میکنید، طاغوت پرستید و دفاع از این حاکمای طاغوت میکنید نظر بکنید. هر کسی که شهادتین رو بگوید، نماز بخواند، یعنی ببینید اولی سرشوی سخن چیست؟ من قال، هر کسی بگوید که یک آدم بیاید بگوید بمانندی که بمانند محمد شریف عبدالیم بگوید که من اتى بشهادتین، یعنی یک آدم لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، نماز خواند، تکفیر کردن این چنین انسان جایز نیست بگوید. اگر چی غیر الله عبادت کند ما این تکفیر نمیکنیم. این مسلمان است زیرا که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن، زیرا که این نماز میخواند. ما این تکفیر کردن به حق نداریم، اول حجت میرسونیم. یعنی ما این مشرک نمیگیم، اول حجت میرسونیم بگید فهو کافر، این خودش کافر است میگن. همین آدمی که مشرک نمیگوید این خودش مشرک است میگن. برای آنکه لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن، شهادتین، نماز خواندن وقتی که شرک را انجام دادید فایده ندارد. و من شک فی کفری فهو کافر، کافر نگفتنه اگر یک آدم شک کند در مشرک بودن مشرک کافر است. خیلی که سومین شکننده اسلام را گفتیم، این کافر است زیرا که این الله رسول را دروغ شمرده و اجماع مسلمین را دروغ شمرده است. برادران خواهران موحدم، اینها وقتی که علمای اهل سنت و الجماعت را خوارج میگویند، اینها همه این منهج اهل سنت را زیر سوال برده انکار کردند. این جهمی های جهلان نفهمیده سودند که چی گفته سودند. دفاع اینها، حرکت اینها همه اش از مشرکین است و بدبینی اینها نسبتی موحدین است. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن که هر کسی که از نام مشرکین برآید مجادله کند، مشرکین را دفاع بکند و موحدین را خوارج بگوید و اونها را طعنه بزند، این خودش کافر است. سبحان الله. بعضی از ائمه دعوت، یعنی علمای نجد میگن، خیلی که در کتاب الدرر السنیه آمده است، میگن که فمن لم یکفر المشرکین فهو کافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضه ويحب الإسلام والمسلمين فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن. هر کسی که مشرک را تکفیر نکند، مشرک را کافر نشمارد، پس این خودش مثل همه مشرک کافر است. اگرچه دین مشرک ها را بد بیند، اگرچه مشرک ها را بغض و عداوت نسبت مشرک ها داشته باشد، اگرچه اسلام را دوست بدارد، مسلمان ها را دوست بدارد، اما مشرک ها را مشرک نداند، این کافر است مثل منها. و سلیمان ابن عبدالله صاحب کتاب تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید رحمه الله میگن که من كان شاكا في كفرهم او جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على كفرهم فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. كتاب الدرر السنية في لجنة النجاة مجله 8 صفحه 160 شیخ میگوید که هر کسی که شک کند در کافر بودن مشرکا یا که جاهل باشد در کافر بودن مشرکا، یعنی کافر بودن مشرکا رو یگو به سبب یگان شبهه جاهل شده باشد و نفهمد، چیکار میکنیم؟ بوینت له الادله، ما به همون انسانی که مشرک رو مشرک نمیگوید از سبب شک یا از سبب جهل، ما به وی دلیل رو بیان میکنیم. بوینت له الادله، به وی دلیل رو بیان کرده میشود. از کجا؟ از کتاب الله و سنت رسول الله. یعنی از کتاب الله و سنت رسول الله ما بیان میکنیم به محمد شریف عبدالیم و به امثال این که مشرک است، این طاغوت است و کفار است، بیان میکنیم. و بعد از بیان کردن، یعنی بیان میکنیم که اینها کافر هستند، من کتاب الله و سنت رسول علی کفرهم، بر کفر مشرکا بیان میکنیم. و بعد از دلیل بیان شدن هم فإن شک بعد ذلك، بعد از بیان کردن دلیل هم باز شک کند در مشرک بودن مشرک، در مشرک بودن این طاغوت و کافر بودن این طاغوت ها، او تردد، یا که متردد باشد، تردد بکند، شک بکند، فإنه کافر، این آدمی که
بعد از دلیل فهمیدن با مشرک رو مشرک نگفت، کافر است به اجماع العلماء، به اجماع العلماء، به اجماع العلماء. 3 بار من خوندم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها میگن که اجماع رو ابو محمد مدنی خودش نقل میکند. این شیخ سلیمان ابن عبدالله صاحب کتاب تحصیل عزل حمید که شما نخوندید بوشم نبردید، به اجماع علما این آدم چی است؟ کافر است. برای اون که دلیل رسید، حجت رسید در قرآن و سنت که مشرک باید مشرک گفته شد، اما نگفت. پس ای کسانی که مشرک رو مشرک نمیگویید، ای محمد شریف عبدالعلیم غالی جهمی غلات که تو جهمی را مسلمان میدانی، ببین که به اجماع علما به کفر واقع شده ای. زیرا که اجماع علما چی است گفتند؟ الا ان من شک فی کفر الکافر فهو کافر. بعد از فهمیدن هر کسی که شک در کفر بدون کفر بکند این خودش کافر است. سبحان الله، سبحان الله. پس همین شیخ سلیمان ابن عبدالله رحمه الله میگوید فإن جادل مجادل بأن عبادة القباب والدعاء الأموات ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك أو أن أهلها ليسوا مشركين بان أمره واتضح عناده وكفره. الله أكبر. هر کسی که یک مجادله کننده، یک جدال کننده مجادله بکند و بگوید که عبادت کردن این قبه ها، دعا کردن مرده ها، یعنی طلب دعا کردن مرده ها، یعنی شرک را انجام دادن، طلب دعا کردن از مرده ها با همراهی الله سبحانه و تعالی شرک نیست بگوید. این یک نمود شرک. دوم نمود شرک رو میگه یا بگوید که یعنی یا بگوید که اهلی همین کارها، یعنی کسایی که مرده ها رو با همراهی الله دعا میکنند و قباب پرست هستند و مزار پرست هستند، همین کسها را لیسو بی مشرکین، مشرک اینا مشرک نیستند بگوید، اینا مسلمان هستند بگوید. اول مشرک ما یعنی عموم کفر بیتید یا که عیناً کفر اینا مشرک نگوید. بان امره و اتضح عناده، آشکار می شود امرش، فضح می شود دشمنیش آشکار می شود و کفرش آشکار می شود. و بدانید ای کسانی که در پشتی کسان نماز میخونید که اینها مشرک را مشرک نمیگویند، بدانید که نمازتان درست نیست و امام بودن کسی که مشرک را مشرک نمیگه درست نیست. در کتاب الدر الرسنیه فی الولاية النجدیه صفحه 2 مجله 436 علمای نجد ائمه دعوه میگن که لا تصح امامه من لا يكفر الجهميه والقبوريه او يشك في تكفيرهم. صحیح نمیشود امامت کسی که جهمی ها را تکفیر نمیکند، قبوری ها را تکفیر نمیکند یا که شک در کفر بدن اونها میکند. گپ در باره کسانی بر اساس که لا اله الا الله میگویند. اما محمد شریف عبدالعلیم و امثالش اینها کسانی هستند که الله المستعان، اینها کسانی هستند که ملحد را مسلمان میدانند. اول حجت رسانده بعد تکفیر کرده میشود. سبحان الله. هر کسی شیخ محمد بن عبدالله میگن که شیخ عبدالله و برادرشون حسین دو فرزندان محمد بن عبدالله گفتند که فمن قال لا اعاد المشركين او عاداهم ولكن لم يكفرهم او قال لا اعترضوا اهل لا اله الا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله او ارتدوا وقال لا تعرضوا للقباب فهذا لا يكون مسلما والله سبحانه وتعالى اوجب معادة المشركين ومنابذاتهم وتكفيرهم. هر کسی که بگوید که من دشمنی با مشرکین نمیکنم یا که دشمنی میکنم اما تکفیرشون نمیکنم یا که من با اینها کار ندارم زیرا که اینها از اهل لا اله الا الله هستند، اگر چی شرک رو انجام میدن، اگر چی کفر رو انجام میدن، من با اینها دشمنی نمیکنم بگوید، اگر چی به دین الله دشمنی بکنن، سبحان الله، اینها مسلمان نیستند. زیرا همین خیلی آدما مسلمان نیستند، مشرک میشن، زیرا که الله سبحانه و تعالی واجب کرده از دشمنی مشرکین و ترک کردن اونها و تکفیر کردن اونها رو، تکفیر کردن اونها رو الله و رسولش واجب کرده است. این دین است، این دین تمام پیامبر و انبیا است، دین اهل سنت و جماعت دین اسلام است. در کتاب الدر الرسنیه فی الولاية النجدیه مجله 10 و مجموعه الرسائل نجدیه مجله اول صفحه 38. پس در این مسئله سخن‌ها زیاد است، در مسئله عذر المشرک سخن‌ها زیاد است. پس عذر المشرک کسی که منهجش اهل سنت و جماعت باشد و مشرک رو مشرک نگوید، از سبب جهل باشد، از سبب شبهه باشد،
ما حجت میرسونیم بعد تکفیر میکنیم. لیکن عذر المشرک دیده و دانسته مشرک را مشرک نگوید مثل همون مشرک است. پس محمد شریف عبدالعلیم ملحد را مسلمان میداند، مشرک را مسلمان میداند. حکمش چیست؟ خود شما فهمیدید. اما در جای دیگر این چنین میگوید که کسی که کپکه پوشید یا شبکه پوشید او چی است؟ او عمل کفری رو کرده. زیرا که میگد کسی که بگیم کپکه رو یا شبکه رو فقط کی میپوشد؟ کپکه و شبکه رو فقط و فقط کافرها یا فاسقها و منافقها میپوشند. میگد یعنی ببینید الله و رسول تکفیر کرده رو تکفیر نمیکند، اما از پیش خودش قاعده میبرد پوشیدن کپکه و پوشیدن شبکه رو کفر میداند و صاحبش رو تکفیر میکند. ما حالا صدایش رو، صدای محمد شریف عبدالعلیم جهمی غلات مدخلی رو پس هر کسی که خودش را به فاسقها مانند میکند، اگر رفت تو بگویی که ای منافق که شبکه ای کافرها نیست، پس ای فاسقها هست، ای مسلمان های موحد نیست. آیا امام ابو حنیفه شبکه میماند؟ آیا یگان امام را دیده امام خطیبی که شبکه بماند؟ آیا یگان پیشوای دین را دیده که شبکه بماند؟ نه، اون که فقط کافرها میمانند یا فاسقها میمانند. این سخن محمد شریف عبدالعلیم نسبت یک کسی هست، نمیدونم. عموما این سخن را به من برادرها ارسال کردند. محمد شریف عبدالعلیم چی میگد؟ آیا سلف کپکه پوشیدند؟ آیا شبکه پوشیدند؟ پس کپکه را شبکه را فقط کفار میپوشد و فقط فسوق میپوشد، یعنی فاسقها. پس پوشیدن کپکه و شبکه این یعنی به کفر واقع شدن است میگد. در حالتی که این فتواش باطل است. ما سخت‌ترین چیزی که میگیم که بهترش نپوشید کپکه رو، اما کسی که میپوشد هیچ باکی ندارد، هیچ باکی ندارد. شبکه این اصلا مسئله دیگر است. شبکه پوشیدنش در جاهای خنک این واجب است، به خاطر حفظی سلامتی شبکه نپوشید در به هواهای خنک میمیرید. لیکن این کفر میگه، خودش میپوشد، فردا میره خودش میپوشد. لیکن اینها طرف مقابل رو کسی نباشد به خواهش خودشون تکفیر میکنند. اینها این مدخلی ها اینها خوارجند. در باب تکفیر باور بکنید اگر خوارج ها محمد شریف عبدالعلیم رو همین سخنش رو فهمند، می آیند شاگرد محمد شریف عبدالعلیم میشند. برای آنکه خوارج ها با کپکه پوشیدن یا شبکه پوشیدن تا به حال از همون زمان علی رضی الله عنه تا همین روز 1400 سال شد که کسی رو با کپکه یا شبکه تکفیر نکردند، اما محمد شریف عبدالعلیم تکفیر کرد. استاد خوارج است. به هوای هوس خودش تکفیر میکند و به هوای هوس خودش تکفیر نمیکند. دین الله را بازی گرفته است. این خوبسا این عملشون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها بازیچه دست طاغوت شدند، به خاطر اینکه اینها جاهلند و به سبب جهلشون نفسشون غلبه کرده است. هر کسی که به اینها ضدیت کرد، در باب مستحب ضدیت کرده، شما رو تکفیر میکنند. شما رو یک اکبر خوارج میگن، کلاب النار جهنمی میگن، یمرقون من الدین میگن. شما از دین چخیلی که یک کمان یک بگویم تیری کمان از کمان میپرد از دین بیرون میشه، شما رو هم تو میگن. اینها نه فقط طالب علمان یا که آدم های عادی رو، علمای اهل سنت رو تکفیر میکند. الله خورشون بکند. مسئله علما دیگر جا است، ما بیان میکنیم. پس بدانید شیخ محمد عبداللطیف در عمل دهنده انجام دهنده شرک، یعنی در حق مشرکین و کسایی که مشرک را مشرک نمیگن، میگد فهو کافر و هو اکفر خلق الله و اضله و من شک فی کفر. یعنی کسی که شرک کند کافر است و کافرترین خلق الله است و گمراه است. و هر کسی که شک در کافر بودنش کند، یعنی کسی دوم عاذر المشرک. عاذر المشرک کسی که شک در کافر بودن مشرک بکند بعد از قیام شدن حجت و هم کافر است. یعنی کسی که فهمید دید دانست قیام حجت شد لیکن بعد از این با مشرک را مشرک نگفت، کافر است. این چنین مسئله ها و این چنین سخن های علما باور بکنین به نهایت زیاد است. به نهایت زیاد است. ما میگوییم هر کسی که می آید و میگوید که من ملحدم، میگیم که بله اعتقاد میکنیم که این کافر است، این کافر است، این خارج از ملت اسلام است و ما او را به دین الله دعوت میکنیم، اما اعتقاد میکنیم که این کفر است، تکفیرش میکنیم.
و میگوییم هر کسی که به شرک اکبر واقع شد این مشرک است و هر کسی که دیده و دانسته مشرک نگفت بعد از دید و دانست و فهمید اینم مشرک است. پس اناکنون شما حال این محمد شریف عبدالعلیم و برادرش محمد طاهر رو فهمید، بدانید و بعد از این دین خودتون رو حفظ بکنید و از این خبثات دور بشوید. و در جای دیگر فتوا میتید به شرک. ببینید اهل شرک رو دفاع میکند، فتوا میدهد به شرک و ملحد رو مسلمان میداند و در جای دیگر تکفیر میکند به خاطر توقی. اگر کسی شاگرد این باشد زود توبه کند و به سوی حق باز آید. یعنی تمام منهج طاغوت پرستی، تمام منهج دفاع طاغوت، تمام منهج دفاع مشرکین. اگر در امنیت کار کردن حرامه، سودیا پراکرور اگر که در اسلام خدمت کردن برید کار میتونید که در اسلام خدمت کنید دارم. اما حرام گفتید، اما سر کردید که دیگر در اونجا مونده است. مثلا مردمی که از اسلام بیخبر است بخواند اسلام و حقیقت بخواند برید ان شاء الله خدمت بکنید دارم. یعنی اسلام آموزید روید در لشکری طاغوت کار بکنید. این فتوا را کی داده است؟ اسلام میخوندید میرفتید مشرک میشدید. این دلالت میکرد که کفر به طاغوت ندارد. این دلالت میکرد که ملت ابراهیم ندارد. پس این است حقیقت محمد شریف عبدالعلیم جهمی. اگر ان شاء الله فرصت به ما شد ما در حق علما که سخنهای ناسزا گفته است باز ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.